باز گرفت خوابید. آخه من چیکار کنم؟ بله بچه‌ها، کلاغک اصلا به حرف من و بزرگترای دیگه گوش نمیداد و تمام روز به همون بازیای بیهوده ادامه میداد و خسته و کثیف به خونه می آمد و می خوابید تا اینکه اون روز اون اتفاق افتاد. معلومه که حسابی خسته شدی، بذار پشتتو بخارونم. آخه این چه وضعیه؟ صبح میری غروب میای، شام نخورده میگیری میخوابی. آخه اینم شد کار. وای خدای من، کلاغک بلند شو ببین چه بلایی سرت اومده. پرات داره میریزه، تنت زخم و زیلی شده. چی شده؟ چرا خطوات میزنی؟ مگه نمیبینی پرات شروع کردن بریختن؟ داری بیپر میشی. خب حالا من چی میشه؟ بریزه، اصلا پر میخوام چیکار کنم؟ فقط همین؟ چی میشه؟ تو پاک آبروی منو جلوی در همسایه بردی. نمیدونم جلوی دوست داشتن چطور سرمو بالا بگیرم، مخصوصا حالا که پرات داره میریزه. از گند کثافت داری چرچلی میگیری. خودتو ناراحت نکن ننه، دوباره پرام در میان. حالا خیلی خستم، میخوام بخوابم. تو هم برو بگی بخواب. وای چقدر خستمه. وای با خاک عالم بازم گرفت خوابید. هیچ عین خیالش هم نیست. از آب بدش میومد. خوبه دیگه، خوبه ننه جون، خوش شدم. وای تمیز شدم. وای بچم کچل شده. بله بچه ها، کچلی تمام بدن کلاغک رو گرفته بود و هر روز بیشتر پراش میریخت تا اینکه کلاغک بیپر و بیپر شد. ننه جون، من که هر روز خودم میزورم ولی همه برام ریخته دیگه. هیچ بری رو بدنم نمونه دیگه. نمیدونم چی کار کنم. بگو چی کار بکنم ننه جونم. آخه کلاغک، من چقدر به تو گفتم هموم کن، خودتو بشور. نه من، بلکه همه همسایه هم به تو میگفتن ولی گوش نکردی و به این روز افتادی. اگه از روز اول حرف بزرگترا رو گوش میدادی و تو کثافتا بازی نمیکردی به این روز نمیافتادی. من دیگه خجالت میکشم برم بیرون، دوستام خودشونو قایم میکنن، هیچ که به من بازی نمیکنه. همه میگن پیف پیف کلاغک درده بیدرمه گرفته. دیروز رفتم دنبال دوستم که با هم بریم تو جنگل بازی کنیم. مادرش اجازه نداد. بچه ها همه دم گرفته بودن، میگفتن ماهیه رو ماهی کچله رو. حتی ماهی ها به هم میخزیدن. ننه جو خیلی قصه خوردم.